درود بیننده عزیزی یوتیوب کانالی تیوی سیما. اینک باز آمدیم پای خدمت شما تا قصه نوبتی را تقدیمتان نماییم تا از این قصه برخی نفران عبرت بگیرند. خیر و سخایی که بعد از مرگ آشکار شد چگونه؟ پس متوجه شوید. قصه مردی ثروتمندی که بعد از مرگش در میان مردم صاحب احترام شد عجیب است. این مرد که صاحب دارایی زیاد بود، فرزند نداشت و تنها با همسرش عمر به سر می برد، ولی ظاهراً به کسی خیر نمی کرد. در مقابل قصاب در شهر به نیازمندان گوشت رایگان می داد. روز به روز نفرت مردم به شخص ثروتمند بیشتر می شد و عمل قصاب باعث ستایش. مردم هرچی او را ملامت می کردند که دست سخا باز کند و از قصاب عبرت بگیرد، به حرفشان گوش نمی داد و در جواب می گفت حاجت شما به من هیچ ربطی ندارد. رفته از همان قصاب گوشت رایگان گرفتن گرفت. روزی شخصی ثروتمند بیمار شد. کسی به عیادتش نرفت و در نهایت تنهایی جان داد. همسرش به تنهایی دفنش کرد. اما روز دیگر اتفاقی عجیب در شهر رخ داد. دیگر قصابی سخاوت پیشه به کسی گوشت رایگان نداد. سبب پرسیدند. گفت کسی که پولی گوشت را میداد دیروز از عالم درگذشت. ببینید، قصاب گوشت را رایگان میداد ولی پولی گوشت را انا همان ثروتمند میداد. فکر میکنم خوب قضاوت کردید و معنی این پندی روزگار را بگرفتید.